نازنین و بهزاد شب عروسیشون به قتل میرسن، اما این قتل معمولی نبوده. این جنایت در سال 1397 در خانه‌ای در نارمک تهران اتفاق میفته. ساغر دوست دختر سابق بهزاد بوده که از شنیدن خبر ازدواج بهزاد و نازنین بسیار عصبانی میشه. با برادرش این موضوع رو مطرح میکنه و برادرش سهراب تصمیم میگیره با دوستش فرهاد به خونه نارمک برن و منتظر عروس و داماد بمونن. موقعی که عروس و داماد میرسن و وارد خونه میشن، سهراب با ضربات چاقو به بهزاد حمله میکنه و دست و پاهای بهزاد رو میبنده. وقتی از خونه میره بیرون و فقط بهزاد، نازنین و فرهاد داخل خونه میمونه، یه اتفاق وحشتناک داخل اون خونه میفته. فرهاد فراتر از نقشه ساغر رفته بود و جلوی چشمای بهزاد به نازنین تجاوز میکنه. با فشار زیادی که به قفسه سینه نازنین اومده، نازنین در جا فوت میکنه. بهزاد که تقلا میکنه بتونه بلایی سر فرهاد بیاره، اما چون دستاش بسته بوده و خون زیادی از دست داده بوده نمیتونه کاری انجام بده. فرهاد با استفاده از ضربات چاقوی زیاد به شکل وحشیانه‌ای اون رو میکشه. این داستان گردنزنیه. سریال گردنزنی در واقع از این جنایت